استبداد دینی با اعدام مجاهدان قهرمان بهروز احسانی و مهدی حسنی قبل از هر چیز درماندگی خودش رو در برابر مردم و مقاومت سازمان یافته آشکار میکنه. اونها که هرگز سرخم نکردند و به جلاد نه گفتند. درود بر این مجاهدان سرموزه که بعد از 3 سال پایداری در برابر شکنجه و فشار و تهدید در اوج سرفرازی به عهد خود با خدا و خلق وفا کردند. بهروز احسانی در آخرین پیام خودش نوشت: ما مطلقاً تحت هیچ شرایطی تسلیم این رژیم خونریز و جنایتکار نخواهیم شد و گفت هیهات من الذله. و مهدی حسنی گفت با تمامی آرمان‌های سازمان پرافتخار مجاهدین خلق ایران پیمان می‌بندم و اعلام می‌کنم تا آخرین نفس حتی ذره‌ای در مقابل رژیم ارتجاعی سرخم نخواهم کرد. درود بر همه اونها. این مجاهدان تا آخرین لحظه از سرخترین نام یعنی مجاهد خلق دفاع جانانه کردند و نام و مرام مجاهد خلق رو در 60مین سال حیات سازمان مجاهدین خلق ایران جهانی کردند. درود بر اونها.